عجیب این است که کیها ضربه‌های پنالتی رو اجرا می‌کرده باشند. هم از ساعت دسته وحش و هم از ساعت دسته اسخاتا. سیاوش اسرارов دفاعگر دسته وحش برای انجام دادن اولین ضربه پنالتی به دروازه عزت‌الله ترسونов نزدیک می شود. هم عزت‌الله ترسونов و هم آدم کوواچ تجربه خیلی خوب در سلسله ضربه های پنالتی رو دارند. هر دو دروازه‌بان با استعداد هستند. ولی ضربه های سیاوش اسرارov واقعا ضربه های پرقوت دارد این بازیگر. چندین مرتبه ما قبلا در بازی های این فوتبال باز دیده بودیم دقیقیت ضربه های او رو و هم برای در چنین حالت های حساس اجرا کردن ضربه پنالتی برای یک بازیگر تجربه دار، عموما انتخاب کردن بازیگر تجربه دار خیلی خیلی مهم است که سیاوش اسرارov این تجربه رو در فوتبال تاجیک دارد و حالا نقطه اجرای ضربه پنالتی رو یک جای آماده میکنند. سیاوش اسرارov، عزت‌الله ترسونov. ضربه اولین دسته وحش و دروازه دسته اسخاتا. لحظه های خیلی حساس برای مخلصان و داور صدای هشتک خود را بلند کرد. سیاوش اسرارov، عزت‌الله ترسونov. ضربه سیاوش و این گل است. ضربه هرچند که عزت‌الله ترسونov سمت ضربه سیاوش رو پیشگویی کرده توانست، ولی ضربه سیاوش در اول به ستون دروازه برخورد و داخل دروازه در آمد. عزت‌الله ترسونov واقعا پیشگویی کرده توانست سمت ضربه سیاوش اسرارov را و اولین ضربه الک گل شد. دوستان عزیز، یک اشاره سبز برای دسته وحش هست. اکنون آدم کوواچ امتحان می شود از جانب فوتبال باز رقم 7 دسته اسخاتا. سنجر اقسیبویف مؤلف گل دسته اسخاتا و ضربه او خیلی ساده به مرکز دروازه به این گل است. سمت ضربه سنجر اقسیبویف را آدم کوواچ پیشگویی کرده نتوانست. بله. یک بر یک هر دوی بازیگران که اولی شده به ضربه پنالتی، یعنی که ضربه پنالتی رو اجرا کردن، ضربه هاشون گل شد. اکنون باز عزت‌الله ترسونov در دروازه و ضربه دومی فوتبال بازان دسته وحش و این نوبت هم گل است. سرگی سکانیان با زدن گل، یعنی که از عهده اجرای ضربه پنالتی به خوبی میبراید. حالا 2 بر 1 است و اکنون فوتبال باز دیگری دسته اسخاتا نزدیک می شود برای اجرای ضربه پنالتی. ابراهیم شانخانوف بر مقابل آدم کوواچ. آدم کوواچ هم آمادگی می‌بیند برای برگردانیدن ضربه
ضربه فوتبالبازی دسته اسخط ابراهیم شونخانوف و این نوبت هم آدم کوچ از عهده برگردوندن این ضربه نمی براید. لحظه های حساس باز هم نزدیکتر می شوند. دو ضربه که فوتبالبازان دسته اسخط اجرا کردن، هرچند یکیش به قول زمینی بود ولی هر دو قریب که به مرکز دروازه روان گردیدند. اکنون باز نوبت عزت‌الله ترسونوف، فتح‌الله فتح‌الله‌یف روبروی او ضربه فتح‌الله و برگردانیده می شود. ضربه فتح‌الله از جانب عزت‌الله ترسونوف برمیگردد. دوستان عزیز، فتح‌الله فتح‌الله‌یف محض برای اجرای ضربه پنالتی به میدان آمده بود ولی محض ضربه او برگردانیده می شود. ببینید که چگونه سمت ضربه فتح‌الله رو معین میکند عزت‌الله ترسونوف. عموما دروازه‌بان در سه ضربه که فوتبالبازان دسته وحش اجرا کردند هر سه‌اش را قریب که معین کرده بود سمت توپ رو، ولی فقط ضربه فتح‌الله برایش موثر گردید که برگرداند. اکنون فوتبالباز رقم 11 دسته اسخط بختیار ظریفوف، این فوتبالباز هم تجربه بلند دارد. آدم کوچ باید اشتباه فتح‌الله را رفع نماید. ضربه بختیار ظریفوف و این گل است. حالا امکانیت هست برای فوتبالبازان دسته وحش و باز هم ضربه بازیگران اسخط با مرکز دروازه روان کرده می شود ولی دروازه‌بان آدم کوچ شاید این رو تا حال پای نبرده است. یگان مرتبه برای برگرداندن ضربه از مرکز دروازه رو نکرد آدم کوچ. و اکنون باز هم نوبت به فوتبالبازان دسته وحش. طاهرجان تقوی‌زاده و گل است. دوستان عزیز، آدم کوچ حداقل باید یک ضربه بازیگران اسخط رو برگرداند وگرنه امکانیت از دست می رود. ضربه نوبتی از جانب فوتبالبازان دسته اسخط و نزد توپ احسان بابویف در روبرو آدم کوچ. ضربه احسان و ضربه احسان است. تیر دروازه بالاتر از میدان بیرون می شود و اکنون حساب برابر شد. دوستان عزیز، هر دو امکانیتی برابر دارند. چگونه لحظه های حساس رو تماشا داریم. ببینید چگونه ضربه قوی میزند احسان بابویف. و اکنون نوبت به فوتبالبازان دسته وحش. علیشر براتوف، ضربه علیشر هم برگردانیده می شود از جانب عزت‌الله ترسونوف. این چیزی از سلسله ضربه های پنالتی بود که ما دیدیم. چگونه همین گونه امکانیت را از دست میدهند فوتبالبازان دسته وحش. از اشتباه فوتبالبازان اسخط امکانیت به میان آمد که ضربه ها را دقیق اجرا نمایند ولی باز هم امکانیت از دست میرود. اکنون اگر گل شود این آخرین ضربه است از جانب فوتبالبازان دسته
اسخاتا و بکزاد سعیدوف ضربه او گل می شود و اسخاتا در فینال مسابقه جام تاجیکستان است. دوستان عزیز، دسته اسخاتا ارزنده به فینال جام تاجیکستان رو یافت. در تاریخ برای اولین بار است که دسته اسخاتا به فینال جام تاجیکستان را می‌یابد. مبارک باشد به همه مخلصان دسته اسخاتا. فینال مسابقه جام تاجیکستان و دسته وحش هم با بازی‌های ارزنده خود تا این مرحله آمد، ولی سلسله ضربه‌های پنالتی دسته اسخاتا را به فینال مسابقه برد. اکنون دوستان عزیز روز 18 اوگوست بازی دیگر مرحله نیمه‌نهایی جام تاجیکستان میان رگر تدس و روشن کلوب برگزار می شود و دسته اسخاتا از جفت مذکور یکی را در فینال انتظار است و برای کل مخلصان دسته اسخاتا این پیروزی رو مبارکباد میگویم. فیردوس خرسند بودم که این رقابت رو برای شما شرح و توضیح دادم. تا بازی های دیگر خیر.